یه بار برای همیشه، پریمیر یا کپکات؟ بذار جوابتو همین اول ویدیو بدم. اگر دنبال این هستی که تو فضای مجازی پیج اینستاگرامت 4 تا کلیپ درست کنی بذاری، کپکات رو انتخاب کن. ولی اگه دنبال یه کار حرفه‌ای هستی، پریمیر. حالا چرا؟ الان بهت میگم. خیلی ساده اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، نرم افزار کپکات رایگانه، که البته برای ما ایرانی‌ها همه چی رایگانه. ولی خب این فقط تمام ماجرا که نیست. کلا کپکات نرم افزاریه که همه چی دم دستته، خیلی راحته، خیلی سریعه و یه عالمه افکت آماده داره. ولی اگه واقعا بخوای ادیت بزنی، یه ادیتور حرفه‌ای باشی، کارت خفن باشه، باید پریمیر رو انتخاب کنی. حالا چند تا پلش میگن که این کپکات فلان قابلیت داره که پریمیر نداره. خفش و سیاه. پریمیر یه نرم افزار حرفه‌ایه، یه نرم افزار تدوینه، یه نرم افزار با اصالته. اگه فقط بخوایم قابلیت‌های آماده کپکات رو در نظر بگیریم، یه عالمه پلاگین هست که میتونی روی پریمیرت نصب کنی و خیلی بهتر، تمیزتر، زیباتر، شکیلتر، خفن‌تر همه اون افکت‌ها فلان چیزایی که سیاه بود. ولی خب باید این چند تا نکته هم در نظر داشته باشی. محیط کاربری پریمیر پیچیده‌تره. ابزارهایی که تو شاید مجبور شی بارها ازشون استفاده کنی دم دستت نیست. باید افکتاشو بشناسی، اسماشو بدونی و خیلی بیشتر طول میکشه تا یادش بگیری. ولی وقتی یادش میگیری دیگه سمت این آشغال نمیری. ولی در کل لپ کلام، اگه فقط دنبال این هستی که 4 تا کلیپ بسازی، کپکات انتخاب کن. ولی اگه میخوای یه چیز خفن تحویل بدی، برو سراغ پریمیر.